این دوتا جنسش کارهای عصاره‌گیری و آره یه ذره مایکروتره، چیزتره، بزرگتره، یعنی اگه اشتباه میگم استاپ کنید. برای چه بزرگتره، مقیاس بزرگتره، درسته؟ چی؟ این کارا مقیاسش بزرگتره. از چه اندازه نظر مثلا بزرگتره؟ یعنی صنعتی تره، نمیدونم چطور بگم. احتمالاً دارم اشتباه میکنم. صنعتی تر یعنی چی؟ اتفاقا میدونی داستانش چیه؟ شاید دستگاه چند ساعت کار کنه ولی تهش اینقدر عصاره بهمون بده. خب بذارم ببینم. آها خب ببین اینو ما اومدیم، این دستگاه عصاره‌گیریه. ببینم این چیه. این بیخود دستگاه عصاره‌گیری برای چه کاریه؟ ببین ما وقتی میخوایم مواد مؤثره یه گیاهی رو بکشیم بیرون و حالا به شکل دارو ازش استفاده کنیم، اسانسش رو استفاده کنیم، یعنی میخوایم ترکیبات مؤثره دارو در واقع گیاه رو بکشیم بیرون. مثلا عطر بخوام از یه چیزی بگیرم باید این کارو یه جوری ببین ما 2 تا دستگاه عصاره‌گیر داریم. یکیش اینه که اسمش سوکسله است، یکی دیگه هم داریم که اسمش کلونجره. سوکسله عصاره‌گیری آبی الکلی بهمون میده. یعنی محلولای آبدوستن. این آبی الکلیه. آبی الکلی دوست. ولی کلونجر فقط آبیه. فقط آبیه. آره. و اون اسانس غلیظ‌تری بهمون میده. ولی ببین میدونی داستانش چیه؟ توی عطرسازی معمولا نمیان از این دستگاه استفاده کنن، چون همونطور که الان بهت گفتم مثلا راندمانش خیلی پایینه، مثلا تو 3-4 ساعت بعد صبر کنی تاش اینقدر به عصاره میده. خب این برای یه کار صنعتی چیز خوبی نیست. اسانسایی که میبینی تو اساسی استفاده میشه معمولا سنتتیکه، اینو شیمیایی میسازنشون و میسازنشون، هیچ وقت اصلا عصاره‌شون نمیگیرن. حالا ولی ما اینجا اگه بخوایم یه کار تحقیقاتی کنیم، یه کار دارویی بکنیم و بخوایم مثلا اثر یه گیاهی رو بررسی کنیم که ببینیم این مثلا چطوری کار میکنه، خاصیت آنتی باکتریالی داره یا حالا خاصیت‌های دیگه، اول اصلا با سوکسله عصاره‌ش رو میگیریم. اینطوریه که اینجا در واقع حلالمون رو میریزیم که معمولا حلال اون یا الکله که با الکل خالص بهترم جواب میده، یا آب و الکل یعنی هیدروالکلی. اینجا یا الکل خالص میریزیم یا ترکیب آب و الکل. این به اینم که میگیم بالون دیگه میریزیم تو بالون. بعد اینجا این حالت کندنسورشه، تو گیاهتو میریزی داخل یه دونه حالت کاغذ صافی میندازی اینجا. میندازیم تو این. آره این تش وای میسه. خب این بالاش هم که دستگاه تختیره. من اگه شیراب دیگه شیراب باز نمی‌کنم. ما اینجا برای اینکه تو مصرف آب صرفه‌جویی کنیم قبلا اینو وصل می‌کردیم، یه سرش باید به شیر آب باشه، یه طرفش خروجیه. بعد چون خیلی آب مصرف می‌کرد اومدیم یه دونه سیستم پمپاژ واسش درست کردیم. از این طرف آب. بذارین من این پمپا رو نشون بدم. اینجا یه پمپ کولر گذاشتیم، با سر و ته شیلنگر رو وصل کردیم به این که دیگه نخواد یه طرف آب بره تو فاضلاب، یه طرف آب هم از شیر همینجوری با باشه. از یه طرف آب میاد توی این میچرخه، از یه طرف هم خارج میشه. حالا وقتی که اینو روشن میکنی دستگاهو، ببین اینجا یه هیتر داره. وقتی دستگاهو روشن میکنی خب این ورش هیتره، حالا این ورش استیرر هم داره، یعنی همزمان میتونی بچرخونی که ما با چرخشش کار نداریم، ما با هیترش کار داریم. این حلالمون که اینجا داغ میشه خب میخوره به این، ازش میره بالا، عمل تخدیر اتفاق میفته. بعد چون این بالا که تخدیر اتفاق میفته سرده دیگه، این بالا اینجا هم گرمه، عمل میعان اتفاق میفته، این قطره قطره برمیگرده، اینقدر برمیگرده تا این پرشه. 3 بار که این پر شد ما میگیم دیگه عصاره رو گرفتیم. 3 بار پر شد دوباره تخدیر بشه. 3 بار پر شد خالی شه. بعد ما این بالون رو برمیداریم، این الان عصاره ماه ولی همچنان توش الکل هست. خب بله. حالا این کارو یه روز انجام میدیم، ما این جزء ویدیوهامون هست که کامل انجام میدیم. این در واقع بالونی که برداریم این توش همون عصاره یعنی مواد مؤثره گیاهمونه به اضافه الکل. ولی ما چون نمیخوایم خاصیت الکل دخیل بشه، چون خود الکل خاصیت آنتی باکتریالی مثلا داره دیگه، یا ممکنه خواصی رو بهش اضافه بکنه، از دستگاه روتاری استفاده میکنیم و الکلشون رو در اصطلاح میپرونیم. حالا دستگاه روتاری چطوری کار میکنه؟ این یه دونه بیماری اینجا داره که اینو بعد دوباره آبش جوش میاد، بعد این بالونمون اون همون در واقع عصاره هست میاد اینجا،
تنظیمش میکنیم، این میاد پایین، در واقع این بالونه میاد پایین، توی این حمام آب داغ شروع میکنه به چرخیدن. خب از این ورم دوباره یه دونه کندانسور داریم و دستگاه تحتیر که به شیر آب ورودی. کندانسور همون چیزی که توش پیچیه. پیچیه. از این ور بعد دوباره به ورودی آب و در واقع ورودی و خروجی آب وصل بشه و یک قسمتش هم به پمپ خلا. خب بعد این شروع میکنه هی چرخیدن حدود 2-3 ساعت بعد کار کنه که کامل الکلش خالی میشه و چیزی که میمونه فقط اون عصاره مونه دیگه. اون وقت اون موقع اون عصاره رو میتونی برای تستای تحقیقاتی استفاده بکنی. عصاره تهش تو همین این میمونه. توی اون میمونه. آره. بعد میشه الان روشن کنی فقط چرخشش رو ببینی. محور بالا پایین میتونه بشه. آره. خودش هم اینجوری میچرخه. آره. البته آبش رو باید بیشتر پر کنیم، یعنی تو اینجا پر کنیم و حتما بعد آب مقطر یه جورایی مثل دم کشیدن چای گرم میشه، یعنی مکانیزم گرم شدنش از آب، گرمای خودش رو از آب میگیره. درسته؟ آره گرماش از آب میگیره. هم یادت باشه که هم به تختیر بسته هم به خلا هم به خلا، یعنی از اون هم داره فشار کم میشه که تبخیر زیاد بشه. ببین اینطوری میچرخه بچه اگه ببینید اینوری داره اینطوری میچرخه بعد تندتر میشه. خب این میچرخه، این ورم که دما رو ما تنظیم میکنیم که تو چه دمایی این در واقع تختیر اتفاق بیفته. ولی خب ما دستگاه تختیرمون وصل نیست. حالا روزی که داشتیم عصاره گیری و کامل فیلم میگرفتیم اونم وصل میکنیم که کامل بهتون نشون. اینجا پمپ خلا هم داریم؟ بله. ایول. اصلا میشه توش یه چیپس بذاریم اینطوری چیپس. وقتی میگه ایول یعنی میخواد یه کار خفنی بکنه. خب بریم. همیشه که خیلی بامزه برام دستگاه خلا بوده.